بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داستان صحابی بزرگواری رو میخونیم که اولین شخصی است که اسلام رو پذیرفته. شخصیتیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون میگه که برترین زنان بهشت هست، یعنی از برترین زنان بهشت هست. بله، ایشون کسی نیست جز ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها. اون چیزی که ما در سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخونیم از ابتدای بعثت ایشون تا پایان دوران مکی، حضور گرم و حمایت پایدار و صمیمانه ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها رو از ایشون میبینیم. بله، ما میبینیم که خدیجه دختر خویلد به عنوان همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و به عنوان اولین فردی که در واقع اسلام رو پذیرفته و محبوب پیامبر خدا هست. آیا میشه واقعا کسی تاریخ اسلام رو بخونه و نقش ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها رو در نظر نگیره؟ ما هم بر همین اساس خیلی مختصر سعی میکنیم نگاهی داشته باشیم به سیرت این صحابیه بزرگوار. ام المؤمنین خدیجه در حقیقت در خانواده‌ای بزرگ شد که دارای فضایل اخلاقی و شرایط اجتماعی خیلی خوبی بود. ایشون دارای عفت، شرافت و کمالی بود که به ایشون لقب طاهره داده بودند در زمان قبل از اسلام یا بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، و بین همه زنان مکه پاکی و پاکدامنی ایشون شهره بود. همین یک کلمه شاید کافی باشه برای اینکه ما از عظمت و مقام ایشون بخوایم صحبت کنیم، اونم در زمانی که جاهلیت تمام سرزمین عرب رو در بر گرفته. اما ببینیم ایشون کی متولد شده. ایشون در سال 68 قبل از هجرت متولد شده و تقریبا میشه گفتش که 15 سال قبل از حادثه عام الفیل. داستان حادثه عام الفیل میدونین که اونجا بود که ابرهه با فیلاش میخواست به کعبه مکرمه حمله بکنه و خداوند پرندگانی رو فرستاد و اونها رو نابود کرد و اون سال نامیده شد به نام عام الفیل. و بعد از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هجرت کرد در زمان عمر رضی الله عنه که دیگه صحبت بود یا بعد که چه تاریخی رو تعیین بکنن، گفتن که هجرت رو از مکه به مدینه به عنوان تاریخ در نظر میگیرن و این همیشه قبل میگفتن بعد از عام الفیل یا قبل از عام الفیل. این هست که تاریخ بعد از بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تاریخ هجری هست، چرا که هجرت تولد جدیدی است برای مسلمانان و زندگی جدیدی است و اونجا شروع حیات زندگی مسلمانان هست. یعنی اولین روز هجرت در واقع شروع جدید یک زندگی نوین در پرتو برنامه الهیه. مادر ام المؤمنین خدیجه فاطمه بنت زائده ابن اسم هست، اسم قریشی که از بنی عامر هست، جز اجداد پیامبر حساب خدا صلی الله علیه و سلم به حساب میاد و پدر ایشون هم خویلد ابن اسد هست، ابن عبدالعزی هست که ایشون هم از بزرگان قریش به حساب میاد و در روز حرب الفجار که معروف یوم الفجار در عرب، جنگ بزرگی که بین اعراب در زمان جاهلیت صورت گرفت و خیلی ها مردن، پدر ایشون هم در اون روز از دنیا رفته و در اون جنگ کشته شده. خدیجه ابتدا همسر ابی هاله هست، ابی هاله زراره تمیمی که همسرش فوت میشه، سپس با عتیق ابن عابد مخزومی ازدواج میکنه. بعد از ایشون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سومین همسر ایشون و آخرین همسر ایشون به حساب میاد. ما نگاه بکنیم که ارتباط خدیجه رضی الله عنها ام المؤمنین با پیامبر کی هست، چرا که در اون زمان همه زنان مکه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، موقعیت قومی خدیجه غبطه می‌خوردن. نکته‌ای که اینجا مطرح است، بعد از ازدواج ام المؤمنین خدیجه با رضی الله عنها با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شرایط خوب ویژه‌ای پدید میاد و موقعیت دیگری برایشون فراهم میشه تا جایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که از نظر مقام و موقعیت برای زنان جهان بخوایم فضیلت رو در نظر بگیریم، مریم بنت عمران هست
مادر عیسی علیه السلام رضی الله عنه عیسی علیه السلام و خدیجه بنت خویلد و فاطمه دختر محمد و آسیه همسر فرعون. این 4 زنی هستند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد فضایل ایشون صحبت کرده. حالا خواهیم گفت که راوی این حدیث هم ام المؤمنین عایشه هم هست. اما بریم مکانت ایشون رو بین زنان مکه و نظر شرف و موقعیت در نظر بگیریم. نگاه کنید ایشون دارای ثروت و دارایی و تجارت خیلی گسترده‌ای بود. مردان و کسانی که توانایی تجارت داشتن، به اصطلاح امروز قدرت مارکتینگ یا بیزینس داشتن، اینها رو استخدام میکرد تا ثروت و داراییشو بده، کالاهای تجاریشو بده، برای تجارت ببرن مثلا به سرزمین شام، ببرن به سرزمین یمن، همون نوع تجارت هایی که بین قریش وجود داشت و تجارت بکنن. به اینها حقوق میداد، درصدی هم از تجارت به اینها میداد تا اینکه اینها هم به زندگیشون رو بگذرونن، هم تجارت خودش رونق داشته باشه. و ایشون شخصیتی بود که کاملا به فن و فنون تجارت، به عبارت ما بازرگانی، اون هم در اون کاروانها و تجارتگاه‌های اون زمان آشنایی و آگاهی داشت و خوب میدونست چه کسی رو برای چه کاری بگیره، تا اینکه ایشون آشنا شد با محمد امین، به عبارتی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، و خب بهش گفتن که بله ایشون هست، آمادگی تجارت داره، توان تجارت داره، آدم امینی هست. به مجردی که ایشون محمد صلی الله علیه و سلم رو دید، فهمید که شخص با فراستی، آدم درستکاریه و خب خبرهای نیکی هم که از ایشون شنیده بود، تصمیم گرفت که ایشون رو چیکار بکنه، در کاروان خودش استخدام کنه و تجارت کار خودش رو به ایشون بسپره. و همین موارد هست که نگاه کنید ارتباط ها خداوند چگونه سرنوشت انسان رو به سوی خیر و نیکی فراهم میکنه. اینجا بود که این اخلاق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب زبان زد عام و خاص بود. صفات پسندیده ایشون، رفتار امینانه ایشون سبب شده بود که در قلب همه مردم نفوذ داشته باشه و همه خوشحال باشن که بتونن به قول معروف با ایشون ارتباط داشته باشن. به همین اساس ام المؤمنین خدیجه راغب شد، علاقمند شد که از ایشون در تجارت استفاده کنه و ایشون رو استخدام بکنه. شخصی رو پیشش فرستاد و گفتش که بیا به طرف من باهات کار دارم، نزد من بعد از شنیدم آدم امانتداری، آدم راستکرداری هستی و از نظر اخلاقی دارای سجایای اخلاقی و رفتار خوبی هستی. من میخوام مقدار زیادی از اموال و داراییم رو بهت بسپارم، چرا که یک فردی هم از قوم خویش خودت، از قبیله خودت همراه میکنم که در این تجارت همراه بشی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قبول کرد و این گونه بود که وقتی ابوطالب فهمید این داستان رو که پیامبر به استخدام خدیجه در اومده در اون تجارت، گفت این یک رزقی است که الله رب العالمین به سوی توی محمد به سوی تو سرازیر کرده. رزق فراوانی که الله به سوی تو سرازیر کرده. خوب نگاه داشته باشید این اصطلاح رو، من عین جمله عربی رو میخونم که میگه که و قال لرسول الله صلی الله علیه و سلم هذا رزق ساقه الله الیک. این رزقی است که خداوند به سوی تو اون رو سوق داده و به سوی تو اون رو شکل رسونده، به سوی تو مثلا این به طرف تو این رزق آورده. نگاه کنید الله گفته ساقه الله یا ساق الله. این الله رو همونجوری که بارها ما اشاره کردیم عرب جاهلی میشناختن، مشرکین عرب میشناختن، اما برای الله شریکانی قرار میدادن، واسطه هایی قرار میدادن و کسانی که حلال حرام بکنه، حرام و حلال بکنه و بدعت و خرافات و شرک و هزاران جاهلیت دیگر اضافه کرده بودن. چون میگفتن الله ممکنه نیاز به واسطه داره، نیاز به کسانی داره که آبرو داشته باشن، فرزندانش باشن یا انسانهای صالح باشن. به این موانید اینو گفتم یادآوری کرده باشیم. امام طبری خیلی جالب میگه وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کاملا دیگه یک جوان قدرتمند صاحب عقل و خرد بود، اما خودش دارای ثروت مالی نبود. این بود که خدیجه ایشون رو استخدام کرد تا به بازار تجارت بره و سوق تهامه بود، سوق حباشه بود و یک فردی را هم از قریش همراه ایشون کرد و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه از خدیجه که میگه ما رأیت من صاحبت اجیر خیرا من خدیجه. من از کسی که مأمور مثلا استخدام اون شده باشم که واسش کارهای تجاری انجام بدم بهتر ندیدم تا به حال از خدیجه. میگه که من
و اون شریک هم وقتی که اون کسی که همراه من بود، همکار من بود، وقتی برمیگشتیم میدیدیم که تازه برای ما یک سری هدایا و مثلا یک سری غذاهایی رو آماده کرده از ما قدردانی بکنه. نشون میده که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها قدرت مدیریتی و تجارتی بالایی هم داشت، یعنی کاملا مسلط بود که چگونه باید کارمندان زیر دست خودش رو، کسانی که براش کار میکنن، قلب اونها رو به دست بیاره، رضایت اونها رو به دست بیاره، محبت اونها رو به دست بیاره تا اونها کاری رو که براش انجام میدن ضمنی که از اون کار سود میبرن یک احساس دین و محبتی هم داشته باشن. و این یک از فنون مهم امر کار و تجارت یا داشتن یک شرکت و اداری هست که یک فرد ممکنه داشته باشه. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها وقتی که این صداقت محمد صلی الله علیه و سلم رو دید، امانت ایشون رو دید، کرامت بزرگواری ایشون رو دید، اخلاق ایشون رو دید، تصمیم گرفت خب بهشون عطایا و هدایای بیشتری بده. و وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم واقعا عمرشون به 25 سال رسیده بود، برای یک تجارتی به سرزمین شام رفتند هم و یک غلامی هم با ایشون نام میسره همراه بود. در مسیر شام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کارها رو فروختن و اون چیزی هم که لازم بود خریدن و سود خیلی زیادی کردن که قبل از اون خدیجه یک همچین سودی در تجارتهاش نکرده بود. و وقتی که اینها به مکه برگشتن و این امانت رو به خدیجه دادن، این خب خبر بزرگی بود که همه جا پیچید و خداوند سبحانه و تعالی اینجا نشون داد حسن امانتداری پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو و اینکه در این سفر چه خیر و برکتی نصیب خدیجه شده از این تجارت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. تا همینجا داستان رو داشته باشید. ادامه داستان رو در جلسه بعد خدمت شما ارائه خواهم داد. خدایا رو نگهدارتون باشه.